السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروردگارا هر مؤمن و مسلمان غریب که دور از وطن هستند، خصوصا مردم اهل روسیه در این مشقتی، در این برفی و خنکی و الله يفتح عليك، الله يرضى عنك. پروردگار از این برادر ریزا باشه، خوشحال است که به اینجا و مکان آمده است. از همتون خواهش میکنم ان شاء الله با دیگران برسانین. چه خوشبختی است که هر یک مؤمن مسلمان به اینجا و مکان مقدس بیاید. الله چه قدر خرسان میشیم که میبینیم برادران مسافر ما در اینجا، مهاجران در اینجا هستند. از همتون خواهش با دعا باشین، هر کجایی که باشین از ذکر یاد خدا نباشین، فقط توکل به الله. الله فرموده است که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که توکل شه با من میکنه برای بسنده است. و توکل به الله میکنیم، سبب میکنیم. از همتون خواهش مهاجران مسافران هیچگاه غمگین مباشین، الله با شما هست. لا تحزن ان الله معنا. غمگین مباشین، ان شاء الله الله با همراه با شما هست. این مردم رحم میگردن، همین کمامان مرن یه میگن که مسکت پوش. پروردگار علم مفید برای هر کدوم ما و شما نصیب بگردانه، رزق حلاله و عمل هایی که نزد پروردگار قبول میشوند. و برادران ما و شما که در مهاجر که هستند، الله برای اونها رزق حلال نصیب بگردان. که ما را مسافر هستیم، مهاجر هستیم، دور از وطن هستیم، دور از خویش اقربا هستیم. پروردگار خودت قادر هستی، خودت رازق هستی، خودت دستنده هستی. قدر مؤمن مهاجران واقعا الحمدلله دعاهاشون قبول فرما پروردگار، حجاشون مقبول و مبرور بگردان. یا الله یا حی یا قیوم استجب دعانا واغفر احيانا وارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم حبب الينا الاسلام والايمان، اللهم حبب الينا الاسلام والايمان وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين.